جان. سلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز در یک از مسافرخانه آمدیم به خاطر تکت و گوشت قربانی که فردا انشالله در نظر گرفتیم امروز برشون توضیح میکنیم. ماما جان خوب هستی؟ دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش